خورشت قیمه رو همه درست میکنن، اما این قیمه یک رازی داره که مطمئن باشید همه ازتون میپرسن شما چه مدلی درستش کردی. اول 2 تا پیاز رو حسابی خوردش کنید و با زردچوبه قشنگ سرخش کنید، نه تفت داده بشه. از مخلوط گوشت گوساله و گوسفند که قلم هم داخلش داره استفاده کنید. لپرم حتما نیم پز کنید و بهش اضافه کنید. حالا 2 قاشق ربم باهاش تفت بدید که رنگ رب باز بشه. به نظرم اگه توی گمش هم بار بذارید یک مرحله جلوتر از بقیه هستید. به اندازه کافی آب جوش اضافه میشه، درش رو بذارید. 1.5 ساعت بعد رازش اینجاست. آب نارنج و آب لیموی خشک، نمک و فلفل به اندازه لازم و زعفرون. همین چاشنی‌ها طعم متفاوت و خیلی لذیذتری به قیمه میده. اصلا هم نیازی به چوب دارچین نداره. تا یواش یواش روی حرارت ملایم جا میفته. سیب زمینی ها هم خودتون سرخ کنید و به هیچ عنوان از چیپس استفاده نکنید. بعد از چند ساعت این نتیجه قیمه است با همینقدر رنگ و لعاب عالی. قیمه به هیچ عنوان نباید اونقدر آبدار باشه، باید همینقدر خوش لعاب باشه. در کنار یک کته زعفرونی هم سروش کنید و شماره نوستنی عجب چیزی بوسته.